نه برادرو، مردن هیچ نیست. آدم میمیره خلاص میره و دیگه تمام همه چیز محکم میشه. اما از این زندگی یک سبحان الله ممکن 10 سال گناه ما رو سوزونه. یا نماز پیشین ممکن 10 سال گناه ما رو برهم تیه. این الله میدونه. یک کاری هست که ما نمیفهمیم. برای همین میگه قدر زندگی را دانی، قدر را دانیم زندگی را. مردن هیچ نیست برادرو. معنی مردن ما رو میبره منتظر دعای کسی، منتظر خیر احسان یک کسی. چی بخندیدی پدر؟ میگه همون روح برای من گفت که امام میسره مبارک تان شوه هر ماه 4 ثواب حج. شما که حج در ماهاش فرض چه؟ هر ماه 4 ثواب حج. گفته هر سحری جمعه ای آسمان ندای ملائکه میبیا که ای مرده ها زنده ها ثواب یه حج گرفتن امروز. همه قبرستان میگه ما گریه میکنیم که چخیل گو مردم جمعه رفته ثواب یه حج فرضی را گرفتن. میگه بعد محسرت میخوره یک بار دیگه زنده شوی.